خب ببینید همیشه ما میگیم گمراه ترین ایراد داخل خود ماشین، یعنی گمترین ایراد داخل مخصوصا ایرادات برقی اتصال بدن است، منفیات. یعنی شما به واضح میتونی ببینید که یک اتصال بدنه یه منفی خیلی ساده به راحتی شما رو چند ساعت یا حتی ممکنه یه روز دو روز علاف بکنید تا بخوای ایرادش رو پیدا بکنید. یه نمونه مثلا خیلی ساده میخوام براتون مثال بزنم. مثلا این ماشین با ایرادی اومد که اصلا کلا کمپرسور کولر کار نمیکرد. خب تمام حالا رله فیوزایی که مرتبط بودن چک شد، عرضم به حضور شما تست سیم کشی انجام شد و حتی خود کمپرسور کولر هم ما چک کردیم، یعنی خود بوبینش هم گفتیم که ممکنه یه وقتی حالا خود کمپرسور چون که حالا مرسوم این ایراد معیوب میشن توی این مدل ماشینا، مثلا این ماشین چینی ها، این هم چک کردیم دیدیم نه کمپرسور هم سالمه. این نکته که خیلی مهمه این که شما حتما وایرینگ دیاگرامی خود ماشین رو بتونید به راحتی بتونید بخونید، یعنی نقشه خونی رو بلد باشه که به راحتی بتونید ایراد تشخیص بدید که با یه اتصال بدنه خیلی راحت که توش هم هست. دقیقاً این قسمت ایرادش پیدا شد، شل شده بود و به راحتی ماشین کمپرسورش ران شد و خیلی اوکی. فقط می‌خواستم اینو بگم که یه اتصال بدنه یه منفی خیلی ساده چقدر شما رو حالا ممکنه گمراه بکنه، چه چیزایی دیگه رو چک بکنه. پس خیلی مهمه این منفی داخل مخصوصا ایرادات برقی خیلی خیلی بد بهش دقت بکنید، خیلی بد بهش دقت بکنید.